سرخط خبرها: حمله موشکی حزب الله به شهرک‌های اشغالی، هشدار پوتین به آمریکا و غرب فکر فروپاشی روسیه را از سر بیرون کنید و افزایش همکاری‌های نظامی ارتش روسیه با چین. سلام، به این بسته خبری از بامداد خوش آمدید. صبح امروز جمعه 22 دسامبر خبرنگار شبکه الجزیره از حمله موشکی به شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر در چند منطقه خبر داد. 20 موشک از جنوب لبنان به سمت مناطقی بین شهرک‌های زرعیت و شتولا در جلیل العلا شلیک شد. این گزارش خبرنگار شبکه الجزیره از جزئیات این خبر است. به دنبال این گزارش، جبهه داخلی تل‌آویو اعلام کرد که آژیرهای خطر در زرعیت و نتوعا در شمال اسرائیل به صدا در آمدند. در همین حال شبکه 13 رژیم صهیونیستی نیز خبر داد که ارتش این رژیم تیپ گولانی را از غزه عقب می‌کشد، زیرا تلفات زیادی را در جریان درگیری با نیروهای مقاومت فلسطین متحمل شده است. تیپ گولانی یا تیپ شماره 1 ارتش اسرائیل شامل نظامیانی است که صهیونیست‌ها می‌گویند بیشترین و سخت‌ترین آموزش‌ها را می‌بینند و در نبرد زمینی غزه هم حساب ویژه‌ای بر روی آنان باز شده بود. این تیپ اما در برابر نیروهای مقاومت فلسطین راه به جایی نبرده است، هرچند که مسئولان صهیونیست آمار دقیقی از تلفات ارتش خود به ویژه تیپ گولانی را ارائه نمی‌دهند، ولی تلفات زیادی به ویژه در محله اشجاعیه متحمل شده بودند. شبکه عبری کان نیز چهارشنبه گذشته از شکستی بزرگ برای ارتش اسرائیل با ده‌ها کشته و زخمی در اشجاعیه خبر داد و گفت که در درگیری‌های این منطقه و طبق آخرین آمار 10 نظامی ارتش از تیپ گولانی کشته شده بودند. آمار دقیقی اما از تعداد افراد زخمی منتشر نشد. گروهی از سربازان گردان 53 تیپ گولانی وارد ساختمان‌هایی در این محله شدند که ناگهان در یکی از کمین‌های گردان‌های قسام گرفتار شدند. مقابل درب یکی از ساختمان‌ها بمبی منفجر شد که بر اثر آن 4 نظامی زخمی شدند و ارتباط با آنها قطع شد. گمان می‌رفت که این نیروها به اسارت درآمدند. سربازان دیگری از یگان نژاد 669 به سمت این ساختمان حرکت کردند که پس از رسیدن به آنجا هدف تیراندازی مبارزان قسام قرار گرفتند که بلافاصله 2 نفر از این نیروها کشته شدند. تامر برنبرگ، فرمانده گردان 13 تیپ گولانی که تا هفته قبل این حادثه رجز می‌خواند و خطاب به مبارزان مقاومت گفته بود که بیایید ببینیم چه کسی برای جنگ بهتر آماده شده است. ما تمایل بسیار زیادی برای حمله و قتل تعداد بیشتری از شما داریم، هم کشته شده و این برای اسرائیلی‌ها شوک‌آور بود. در شرایطی که رسانه‌های اسرائیلی طی هفته‌های جاری بارها در آمار اعلامی ارتش درباره تلفات این رژیم در جنگ غزه تشکیک وارد کردند، تل‌آویو امروز آمار جدیدی درباره تلفات خود ارائه داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، شمار تلفات این رژیم از ابتدای جنگ علیه غزه به 469 نظامی افزایش یافته است. به گفته ارتش، همچنین 8 نظامی اسرائیلی به شدت زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه با هشدار به آمریکا و غرب میگوید که فکر فروپاشی روسیه را از سر بیرون کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در نشست شورای توسعه راهبردی و پروژه‌های ملی این کشور گفت زمان آن فرا رسیده است که آمریکا و غرب فکر فروپاشی روسیه را از سر بیرون کنند. به گزارش خبرگزاری آرمنا پرس، پوتین اظهار داشت مایلم متذکر شوم ما خود را از قاره آمریکا، از آمریکای شمالی، ایالات متحده و کانادا دور نمی‌کنیم. پوتین افزود کشورهای غربی در صورت تمایل می‌توانند از همکاری با روسیه بهره ببرند. به دنبال آغاز درگیری روسیه با اوکراین در فوریه گذشته، کشورهای غربی ضمن محکوم کردن مسکو و تشدید فشارهای اقتصادی، حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کیف را در دستور کار خود قرار دادند. به رغم حمایت‌های غربی‌ها در صحنه میدانی، روسیه توانسته دست کم 20% از خاک اوکراین را به تصاحب خود درآورد. مسکو بارها تاکید کرده که کشورهای غربی با تامین تسلیحات برای اوکراین به صورت غیررسمی خودشان را وارد جنگ کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هفته پیش گفت که مرز میان دخالت مستقیم و غیر مستقیم به تدریج در حال از بین رفتن است. پوتین افزود ما آنها را از خود دور نمی‌کنیم، البته تصمیم گیری با شماست. رئیس جمهور روسیه همچنین خاطر نشان کرد که آمریکا و اروپا باید خودشان به این موضوع فکر کنند. رئیس جمهور روسیه اخیراً نیز گفته بود که مسکو در حال ارتقای زرادخانه
اتمی خود است و نیروهای راهبردی اتمی خود را در بالاترین سطح آمادگی نگه می‌دارد. پوتین در نشستی با مقامات ارشد دفاعی روسیه گفت که غرب جنگ ترکیبی علیه روسیه را به راه انداخته است. پوتین افزود که مسکو به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه خواهد داد و تلاش‌ها برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه بی‌نتیجه مانده است. وزارت دفاع چین روز پنجشنبه از افزایش همکاری نظامی با نیروهای مسلح روسیه خبر داد. مقام‌های ارشد چین و روسیه در یک مشاوره راهبردی در مورد مسائل امنیتی دوجانبه و بین‌المللی و افزایش سطح همکاری نظامی گفتگو کردند. به نوشته روزنامه ینی شافق، وزارت دفاع چین در بیانیه اعلام کرد که لی کیونگ نخست وزیر چین و میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه 22مین دور از راهزنی راهبردی را در شهر پکن پایتخت چین برگزار کردند. آمریکا و متحدانش به بهانه جنگ اوکراین فشارهای زیادی به چین برای کاهش روابط با روسیه و منزوی کردن آن آورده و از این کشور به دلیل نپیوستن به کارزار تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه روسیه انتقاد کردند. در همین ارتباط چندی قبل وزیر خارجه آلمان مدعی شد که اعلام موضع بی‌طرفی چین در قبال جنگ اوکراین به معنی حمایت از روسیه است. در این بیانیه آمده است که دو طرف در مورد موضوعاتی از جمله امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و روابط بین‌المللی تبادل نظر کردند. چین اعلام کرده که ارتش‌های دو کشور سطح هماهنگی راهبردی را بیشتر بهبود خواهند بخشید و به ارتقای صلح و امنیت در منطقه و جهان کمک خواهند کرد. چندی قبل نیز تحلیلگران نظامی با اشاره به برگزاری رزمایش آتی ایران، روسیه و چین در خلیج فارس همکاری دفاعی این سه کشور را یکی از ائتلاف‌های قدرتمند نظامی جهان نامیدند. تحلیلگران نظامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند که ائتلاف جدید ضد ناتو به آرامی در حال شکل‌گیری است. کره شمالی را می‌توان به این 4 کشور اضافه کرد. ما شاهد ائتلاف نظامی در جهان خواهیم بود که از نظر میزان تسلیحات، فناوری پیشرفته و تجربه نظامی یکی از قدرتمندترین هاست. سپاس از اینکه تا پایان این بسته خبری با بامداد همراه بودید.